سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به کانال من کوچینگ با وحیده. امروز در ارتباط با یک موضوع مهم که خیلی مرتبط با ارزش‌های ما در زندگی است میخوایم صحبت کنیم. اون موضوع مهم تعیین هدف زندگی. اگه تا همین الان به هدف زندگیتون فکر نکردید، شاید خوب باشه که بهش فکر کنید. چرا؟ برای اینکه هدف تعیین میکنه که شما به کدوم طرف حرکت کنید. زندگی ما در حرکته و این حرکت میتونه به شکل رندوم باشه. فرض کنید که شما تصمیم میگیرید که یک روز خاص رو با خانواده به یک نقطه زیبا یا یک نقطه سرسبز برای استراحت برید و سوار ماشین بشید و حرکت میکنید، ولی دقیقاً مشخص نیست که به کدوم نقطه سرسبز در شهر یا خارج شهر میخواید برید. چه اتفاقی میفته؟ ماشین شما از ابتدای حرکت تا انتها در حال حرکت‌های رندوم و کتره‌ای هست و نهایتاً در حوالی غروب ممکنه که به این نتیجه برسید که اصلاً برمیگردم خونه، خیلی دیر شده. زندگی هم به همین شکله. اگه هر لحظه‌ای که دارین زندگی میکنید به این فکر نکنیم که میخوام به کجا برسم، هر روزی که این سوال رو دیرتر از خودمون بپرسیم، یک روز رو از دست دادیم. پس همین حالا از خودتون بپرسید من دارم به چه هدفی، به سمت چه هدفی حرکت میکنم؟ من یک کارمند اداره ایکس هستم. هر روز بلند میشم، وارد اداره میشم، کارهای اداره رو انجام میدم و برمیگردم و اون روز تموم میشه. با این روش به کجا میرسم در زندگی؟ وقتی بعد از 30 سال بازنشسته شدم، کجا هستم؟ آیا از گذشت زندگی خودم رضایت دارم؟ این رضایت خیلی ارزشمنده. خیلی از مشکلات روحی و روانی از عدم رضایت ما از زندگی برمیاد. پس همین حالا از خودمون بپرسیم من چرا در این زندگی هستم؟ باید به چه چیزی برسم یا به چه کسی تبدیل بشم؟ من در حال تبدیل شدن به چه کسی هستم؟ همین حالا یک کاغذ بردارین و روی کاغذ بنویسید که در 2 یا 3 کلمه دلیل زندگی من چی؟ اینجا رو، این جای خالی رو پر کنید. دلیل زندگی من چند تا نقطه، این چند تا نقطه رو شما باید پر کنید. به عنوان مثال یکی از مراجعین من وقتی وارد جلسه شد و ازش پرسیدم به چه دلیل داری زندگی میکنی و دلیل زندگی چیه؟ بعد از فکر کردن زیادی گفت من زندگی میکنم که آدم الهام بخشی باشم. خب این هدف یک هدف خیلی کلیه. برگردیم به ویدئوی اسمارت، هدف گذاری اسمارت من نگاه کنید. من میخوام الهام بخش بشم. الهام بخش چی؟ برای چه کسانی؟ در چه حوزه‌ای؟ وقتی هدف رو به صورت کلی مشخص کردین، حالا بیاین به شکل جزئی بنویسیدش. من الهام بخش چی؟ به عنوان مثال من میخوام الهام بخش زیبایی باشم. خب در چه حوزه‌ای میخوای الهام بخش زیبایی باشی؟ در حوزه در واقع گیاهان آپارتمان به عنوان مثال. خب الان که میخوای همچین هدفی رو برای خودت تعیین کنی و که فکر میکنی این هدف
بهت احساس رضایت میده. تصور کن که 50 سال گذشته. آیا بعد از 50 سال از این که چنین هدفی رو گذاشتی احساس رضایت داری؟ اگر احساس رضایت میکنی پس برو سراغ همین هدف. حالا میخوای بری سراغ این هدف که من میخوام الهام بخش زیبایی در حوزه آپارتمان و گیاهان آپارتمانی باشم. لازمش چیه؟ من به چی نیاز دارم که به این هدف برسم؟ خب اینجاست که باید هدفمون رو به اهداف کوچکتر در کوتاه مدت تقسیم کنیم. حالا هدفمون رو تقسیم کردیم به هدفهای کوتاه مدت‌تر و کوچکتر. سوال بعدی اینه: من ارزش‌هایی دارم توی زندگیم. در ویدئوهای قبلی گفتم ارزش‌هاتون رو حداقل 5 تا 8 تا از ارزش‌های اصلیتون رو یادداشت کنید. حالا که این هدف رو به هدف‌های کوچکتر تبدیل کردین و تقسیم کردین، هر کدوم از این هدف‌ها با کدوم یکی از ارزش‌هاتون همراستاست یا احیانا در تضاده؟ اگر در تضاد هست، آیا امکان تغییر ارزش رو دارم یا باید هدفم رو عوض کنم؟ همه این مجموعه به شما کمک میکنه که از زندگیتون رضایت داشته باشین. لطفاً مطالبی رو که گفتم یادداشت کنید، چون این سالهای خیلی کلیدی و مهمی هستن. اگه شما به یه جلسه کوچینگ وارد بشید، یک کوچ شاید در اولین گام همین سوالها رو از شما بپرسه. چرا که معمولا آدم‌ها به کوچینگ مراجعه میکنن، به کوچ مراجعه میکنن به خاطر که از زندگیشون یا از بخشی از زندگیشون احساس عدم رضایت دارن. خب حالا ما هدف رو مشخص کردیم. قدم بعدی استراتژی هست. من با چه استراتژی به این هدف میرسم؟ دالای لاما که یکی از رهبران توسعه فردی هست، هر روز خودش رو مدیتیشن انجام میده. هر روز ممکنه یوگا انجام بده، ممکنه مدیتیشن انجام بده. دالای لاما کسی هستش که هر روز مدیتیشن انجام میده. و استیون اسپیلبرگ که یک کارگردان بزرگ سینماست، هر روز فیلم کارگردان‌های دیگر رو نگاه میکنه. این یکی از در واقع کارهایی هست که هر روز داره انجام میده برای بهبود در واقع خودش که به هدفش برسه. هدفش یک کارگردان بهتر شدن هست. خب حالا شما چه کار کنید؟ برای اینکه استراتژیتون رو مشخص کنید، پیشنهاد میکنم بیاین روی یک کاغذ چند تا قانون برای خودتون بنویسید. حداقل 5 تا قانون. 5 تا قانون در راستای اون هدفی که نوشتین. هدفم که میدونیم با ارزش هامون هماهنگ. اگر نیست یا هدف رو عوض کنید یا ارزش رو بازنگری بکنید، ارزشتون رو یا هدف رو. خب اون قانونا چی میتونن باشن؟ مثلا کسی که میخواد سالمتر باشه، هدفش در واقع داشتن یک زندگی سالم هست. خب این سلامت میتونه در حوزه جسمی این قانون رو داشته باشه که من هر روز سبزیجات میخورم، یا هر روز ورزش میکنم، یا میرقصم، یا من هر روز یه تایم رو میذارم که از ته دل بخندم. میشه قانون. شما میتونید 5 تا از این قانون ها رو برای خودتون بنویسید و بذارین جایی که ببینید و یادتون باشه که اون قوانین رو هر روز بهش پایبند باشید که انجام بدید. چرا که این قوانین همون قدم های کوچیکی هستن که اگر در واقع در جهت هدف برداشته بشن شما رو به هدف میرسونه. و یادتون باشه که وقتی که اون قانون رو هر روزی دارید به اجرا در میارید یا به اجرا در نمیارید، باز هم تا یک مدت طولانی یادداشت بردارید که من امروز این قانون رو انجام دادم. و هر وقت که انجام بدین به یه جایزه کوچیک به خودتون بدین. مثلا با عنوان مثال
چیزی که خیلی بهش علاقه‌منده، مثلا تماشای یه فیلم رمانتیکه. اگه امروز اون قوانینتون رو اجرا کردین، به خودتون جایزه بدین که یک رو از یک فیلم رمانتیک رو ببینید. حالا که این کار رو انجام میدید، در واقع یک استراتژی چیدید برای رسیدن به اون هدفتون. حالا برگردید نگاه کنید ببینید که با این شکل تمرکزتون توی زندگی چقدر تغییر کرده، در چه جهتی تغییر کرده این تمرکز و نتایجش چی میتونه باشه. حالا برگردید نگاه کنید ببینید که من امروزم با دیروزم چه فرقی کرده. حالا روی صحبت من به شما کوچ‌های عزیز هست، کسایی که دارین در جلسات کوچینگ مراجعینی دارید که به شما مراجعه میکنن با انواع و اقسام اهداف. اولین کار وقتی مراجع به شما مراجعه میکنه این هست که ازش بخواین با یک تصویر ذهنی، دوست عزیزی که شما که دارین گوش میکنید، شما هم میتونید این روش رو به کار ببرید. یک تصویر ذهنی بسازید و خودتون رو در جایی که میخواید ببینید، در اون جایگاه هدف خودتون رو در اونجا ببینید. اونجا چه شکلیه؟ در واقع شما دوست دارید که به اونجا برسید. اونجا چه ویژگی هایی داره؟ این هدف شماست. بعضی از مراجعین هستن که اصلا نمیتونن تصویر سازی بکنن. چرا؟ سوال و بحثشون اینه که من الان فرض کنید که تو فلان اداره دارم کار میکنم. مثلا فرض کنید که طرف دوست داره نقاش بشه، در حوزه زیبایی میخواد کار بکنه، هدف رو گذاشته در واقع نقاش شدن، ولی کارش در حوزه دادگاه و دادگستری هیچ ربطی به این نقاشی نداره و الان میگه اگه من برم سراغ این نقاشی من باید هر روز مثلا راجع به دادگاه و دادگستری مطالعه بکنم، ولی اگر بیام سراغ این وقت من تلف میشه و من ممکنه در کارم پیشرفت نکنم، حقوق و مزایامو از دست میدم، زندگیمو چجوری بگذرونم. خب اینا میشه ترس ها و محدودیت هایی که مراجع داره در واقع باهاش مواجه هست. شما به عنوان کوچ ازش بپرسید برای لحظاتی همه اون ترس ها و محدودیت ها رو بذار کنار و خودت رو در اون جایی که دوست داری تجسم و تصور کن. خب مراجعی که اون مشکل رو داره، حالا برگردیم بهش بگیم خب تو در دادگستری مثلا داری کار میکنی، چه شکلی میتونی این وضعیت رو تغییر بدی که به سمت نقاش شدن بچرخی و بری به سمت اون هدفی که با ارزش‌های تو که دوست داشتن زیبایی هست هماهنگ و همسو بشه. خب چه کاری میتونه بکنه؟ بخواد استراتژیشو بچینه چه قانون‌هایی میتونه بذاره؟ یکی از قانون‌ها، من مثال میزنم، میتونه این باشه که هر روز 5 تا تابلو نقاشی نگاه کنه، وقت زیادی ازش نمیگیره، فقط نگاه کنه، یا 2 دقیقه در روز به اطرافش از دید یک نقاش نگاه کنه. اینا چیزایی خیلی ساده و ابتدایی هستن و کم کم میتونه اینو ببره به اون سمت که در یک کلاس نقاشی ثبت نام کنه، یا کتابی در حوزه نقاشی مطالعه کنه، یا فیلمی در اون حوزه ببینه، یا به یک موزه نقاشی بره و نقاشی‌ها تماشا بکنه و این قوانینی هست که میتونه برای خودش، برای هر روزش، برای هر هفتهش، یا برای هر ماهش، یا حتی برای هر سالش بنویسه و به این قوانین پایبند بکنه خودش رو. چرا؟ چون وقتی به این قوانین پایبند میشه آروم 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 مسیر و هدفش، جهتش به سمت اون هدف خودش میره و هر روزش راضی تره، احساس رضایت بیشتری داره. حالا ازش بپرسید که اون تغییره چیه که اون رو خوشحالش میکنه. حالا که قانون رو چید و گذاشت، حالا باید در این وضعیت چه تغییر بدیم؟ گفتم شاید لازم باشه که در یک کلاس نقاشی ثبت نام بکنیم،
شاید برای روز اول لازم باشه که فقط تعیین کنه که چه حوزه‌ای از نقاشی میخواد سیاه قلم کار کنه، آب رنگ باشه یا هر چیز دیگه. حالا شما به عنوان یک کوچ میتونید براش از خودتون مثال بزنید، از هدف زندگی خودتون بگید من هدف زندگیم این بوده، اینجوری زندگی کردم و حالا به این رسیدم و احساس رضایت دارم.